سلام، اینم فیلم کراس کویر M4 که قرار شد روشن کنم بهتون نشون بدم. و اینکه این موتور 90 سی سیه، 4 تا دنده داره و اینکه کلا قضیهش با اون فالکونه سمپاشمون که با دست روشن میشه هندلش دستیه فرق میکنه. کمک‌های جلو تلسکوپی، عقبش که معکوسه و اینکه پیش تنظیم ارتفاع داره. جلوش هم همینطوری از بالا میتونید ارتفاعشو بیارید پایین‌تر و اینکه 90 سی سی هم هستش. به سیلندر 88 روش خورده و بازم رخ موتور کامل بهتون نشون بدم. کیفیت ساختش بسیار بالاست، یعنی ما موتور M2 اصلا از این مدل کار نمی کنیم چون اونها ساختش شاسیش ضعیفتره، کمکاشون ضعیفتره. حالا من روشن میکنم براتون تا صداشو